بازداشت یک شهروند تاجیکستان در قرقیزستان با اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی. اعلام جزئیات اتهامات علیه دامالله عبدالحنان. تصمیم روسیه درباره راه‌اندازی نظام یگانه ثبت اطلاعات مهاجران کاری. اقدام اروپا برای بنیاد جامعه دموکراتی در تاجیکستان. مقامات قرقیزستان از بازداشت یک شهروند تاجیکستان به اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی خبر دادند. به اطلاع سپوتنیک قرقیزستان، ریاست کارهای داخلی ولایت چوی از بازداشت یک شهروند 30 ساله تاجیکستان خبر داده است که به عضویت در سازمان‌های تروریستی متهم می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت چوی با اعلان آن که این شهروند تاجیکستان را در دهه لبیتنیکوف این ولایت بازداشت کرده است، نام و نسب او را آشکار نکرده است. اما منبع میگوید او با اتهام عبور غیرقانونی مرز در قرقیزستان جریمه شده بود. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در مراجعت به همتایان قرقیز خود گفتند این فرد به دلیل صادر کردن جنایات سنگین در چند مورد محکوم به زندان شده است و فعلا به اتهام عضویت در سازمان تروریستی مورد پیگرد قرار دارد. از این شهروند تاجیکستان نام برده نمی شود. سالهای اخیر عضویت در سازمان‌های ممنوع یکی از بهانه‌های سرکوب مخالفین و آزاداندهشان در تاجیکستان نیز شده است. در سال گذشته 8 نفر از روزنامه‌نگاران با همین اتهام پشت پنجره رفتند. دادگاه ولایت ختلان دامولای را که مانع رقص و سرود در توی برادرزاده اش شده بود و به 6 سال زندان محکوم گشت، به پیروی از سلفیه و بازداشتن دخترش از تحصیل متهم کرده است. ورقه زین الدین یاوری کلان دادستانی ولایت ختلان به هفته‌نامه ختلان گفته است که عبدالحنان منانوف نمازش را مثل طرفداران سلفیه ادا و در شبکه‌های اجتماعی مبلغان تشکیلات‌های اکستریمیستی تروریستی را پیوسته تماشا کرده و با آنها هم عقیدگی نشان داده است. به گفته یاوری دادستان، دامالله عبدالحنان 16 می سال 2022 در شبکه اجتماعی با نام مستعار به خود صحیفه علاهیده گشاده منتظم نشر و ویدیو نوارهای خصوصیتی اکستریمیستی داشته را در صحیفه اینترنتیش جای می داده است. اما زمان رسانه‌ای شدن خبری به 6 سال زندان محکوم شدن منانوف درباره تبلیغ اندیشه‌های اکستریمیستی تروریستی و نشان دادن همعقیدگی با سازمان‌های ممنوع چیزی گفته نشده بود. نظری کارشناس را در این باره میشنویم. این داملا عبدالحنان از اینکه یک داملا باشد و معلوماتی عالی دینی داشته باشد، یک روحانی است. یک روحانی که مظاهر اسلامی را، سر لباس ملی و سنتی و مردمی را دوست می‌دارد، از اون که ما در نوار دیدیم. حالا بعد این حادثه هم وقتی می‌بینیم که یک گونه عذرخواهی ها و از اون کاری که در اون معرکه گذشت پشیمانی کرده است و به احساسات راه داده است و عذرخواهی ها کرده است. اینها همش مجبوری و ساختن، اگرچند که او قبول کرده است، از خودش اخلاق و آداب اسلامی نشان داده، یک انسانی نشان داده و این عذرخواهی را کرده است و الا هیچ جایی برای عذرخواهی وجود ندارد، زیرا که اون معرکه خودش بود و اون حریم هم حریم خصوصی خودش بود و هم از لحاظ اسلام و هم از لحاظ حقوقی حق کامل دارد که او را چی معرکه اسلامی باشد یا که غیر اسلامی باشد اون را منع بکند. هیچ جای برای عذرخواهی نیست. ولی ما می‌بینیم که او 6 سال حکم گرفت و بعد آن که این حکم ظالمانه را گرفته است، باز هم مقامات حکومتی باز اتهام های دیگر را به اون نصب کرده ایستادن و میگویند که این حکمی که گرفته است بر اساس او خب منع کردن تویش نه، بلکه این با یک گونه حرکت ها و سازمان هایی که در تاجیکستان منع هستند با اونها ارتباط داشته است، نوارهای اونها را دست پهن میکرده است. این اخیراً هم با این تهمت را برای او زدن که با جریان مذهبی دیگر، مذهبی سلفی که بود تاجیکستان من است، با او علاقه دارد و از جمله اعضای اونها است. خب این از خاطر مجبور شدن حکومت است که این کار را کرده ایستاده است. این شخصیت روحانی در بین روحانیت، در بین مردم آبروی کلان دارد
و این حکم ناعادلانه که در حق او کرده شد یک هنگامه کلانی را برپا کرد. در تاجیکستان بیرون از او دانشمندها، زیاییان، گرچند که یک عده از یک قسمی از که اونها را زیایی گفته نمیشود متعصب که به این کار و به حبس او کفکوبی کردن و خرسندی نشون دادن، اما اکثریت مردم تاجیکستان از این حکم راضی نیستن و این را ظالمانه میگن. این عادلانه نیست گفتن. برای همین طرف حکومت مجبور است که، حالا ما نمیدونیم با چی اتهام دیگر را به اون نسبت میدهد، مجبور است که خود را حق نشان بدهد و بگوید که بر اساس انا این عیب ها و انا این جنایت ها و انا این یعنی تهمت ها او گرفتار این حکم ناعادلانه یا که حکمی که ما کردیم شده است. این از روی مجبوری او است و این داملا و این شخصیت روحانی خوب دیگر در اون مقام نیست که به او این حکم داده شود. به گفته ورقه زین‌الدین یاوری کلانی دادستانی ولایت ختلان داملا عبدالحنان روز 15 ینوری سال 2023 گویا از روی عقیده های اکستریمیستیش برگزاری بزم موسیقی را در توی حرام شماریده، اسباب صدا بلند کننده سراینده را چپ نموده، رفتی برگزاری توی را پر منع کرده است. همچنین دادستانی ادعا کرده که داملا برخلاف ماده 41 کانستیتوسی تاجیکستان مانع تحصیل دخترش در مکتب میانه شده است. دادگاه ولایت ختلان عبدالحنان منانوف را بر اساس دو ماده کودکس جنایتی، ماده 307 علاوه 3 قسم 2 یعنی دعوت به افراطگرایی و ماده 164 مانع شدن به تحصیل حتمی گناهکار دانسته او را به 6 سال زندانی نظامش سخت محکوم کرده است. عبدالحنان منانوف در قبال این اتهامات در دادگاه چی موقع گرفته معلوم نیست. از جریان مرافعی دادگاهی معلومات ارائه نمی شود. مقامات تاجیکستان عادتاً به این گونه مرافعه ها نمایندگان جامعه شهروندی و خبرنگاران را راه نمی دهند. مقامات روسیه تصمیم گرفتند در سال 2023 برای اولین بار به گونه آزمایشی نظام یگانه پیگیری و ثبت اطلاعات مربوط به مهاجرت را راه اندازی نمایند. منبع می نویسد همچنین برنامه ریزی رقمی کردن خدمات اساسی برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان، امضای قرارداد در جهت تأسیس مرکزهای پیش از سفر به مهاجرت پیش بینی شده است. غیر از این در سال جاری تهیه شیوه ارزیابی تقاضای بخش‌های اقتصادی روسیه به نیروی کاری خارجی و تجدید کانسپسی سیاست دولتی مهاجرت این کشور تا سال 2025 پیش بینی شده است. در میانه‌های ماه اپریل رئیس سابق فدراسیون مهاجران روسیه وادیم کاژینوف گفته بود در وضع کنونی در ساحه مهاجرت مشکلات مهم و جدی روی کار آمدند که هر چه زودتر آنها را حل باید کرد. از جمله به گفته او سازوکار ثبت اقامت مهاجران کهنه شده است که نیاز به تجدید دارد. در رابطه با این کاژینوف پیشنهاد کرده است که به مهاجر امکان داده شود که خودش با استفاده از ضمیمه جداگانه در پورتال خدمت‌رسانی‌های دولتی اقامتش را ثبت کند. واقعاً ثبت اقامت مهاجرین یکی از مشکلی عمده کارگران مهاجر کشورهای آسیای مرکزی می باشد که تا حال نتوانسته است حل خود را یابد و به این دلیل بیشتری از آنها نمی توانند اقامت خود را بدون میانه رو ثبت کنند. به این خاطر مهاجران کاری بازداشت و جریمه می شوند. اما سازوکار جدید تا چه حد برای کارگران مهاجر آسانی کار و زندگی در روسیه را فراهم خواهد کرد سوالی مطرح است. ببینید این قید مهاجرت یعنی که با قیدگیری این یک تجارت کلان است، یک تجارت کلان است که سالهای دراز است. یک وقت پیشنهادهای ما خیلی که زیاد پیشنهاد میکنیم ولی متاسفانه نادیده گرفته میشن به خاطر اینکه این یک تجارت بزرگ است. اصلا این خود این با قیدگیری لازم نیست. اصلا اونها بهانه میارن که در صورت یگان کار سر زدن ما مهاجران رو از اون جا یابیم. ببینید که 90% مهاجران قریب در جای زیستشون زندگی نمیکنن، یعنی با قید گرفته نمیشن چون که صاحب خانه ها نمیخواهند برای نسپاریدن انداز و دیگر کارها. از این خاطر این
برای این تجارت رو از بین بردن خیلی کوشش زیاد کردن در کار. ما یک وقت با آن موفق شدیم که شخصانی که پتنت داشتن یعنی اجازتنامه کاری برای آنها دراز کردن خودی همین بود و باش لازم نبود. بعدا متاسفانه از بین برده شد ولی حاضر باز گردانده شده است ولی کسی جدی به این چیز اهمیت نمیتید. ما الکی چند در دادگاه چند همین پرونده ها رو بردیم که نفرانی که پتنت داشتن یعنی اجازتنامه کاری و بود و باششون نبود آنها ما در دادگاه به فایده آنها انجام دادیم یعنی که در صورت داشتن پتنت لازم نیست ولی این رو کسی اهمیت نمیتید و پلیس هم به مردم نمیفهموند به خاطر که این یک منبع درآمد است. با این خاطر آنچه که آنها باز از سر نو پیشنهاد میکنن یگان فایده ندارد چون که آنها یک شکل الکترونی رو پیشنهاد کردن یعنی اون یک شکلی است که هر شهروند میتواند که خود رو به قید یعنی گذارد یعنی که مراجعت کند به واسطه همون گاسوسلوگی یعنی که طریق اینترنت و باز از آن وابسته است که این نفر میفرستد به کمیته خبر خدمات مهاجرت در تماس می شود با صاحب این خانه و اگر صاحب خانه که اجازت ندهد این قید به حساب گرفته نمی شود یعنی که این بیفایده است. برای این پیش از همه میگویم که اگر که حاضر قانون رعایت کرده شود بغیر از ثبت 3 ماهه اولی که مردم میبینن دیگر یگان ثبت دیگر لازم نیست در صورت داشتن اجازتنامه کاری یعنی پتنت. روسیه به عنوان کشوری عمده مهاجرت پذیر از کشورهای آسیای مرکزی باقی مانده است. تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای ارسال کارگران مهاجر تاجیک به کشورهای غیر از روسیه به دلیل مانعه‌های ندانستن زبان از طرف شهروندان، آماده کردن حجت‌های ضروری و مصرف نسبتاً زیاد به کندی پیش می‌رود. کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است برای ساختن جامعه عادل و دموکراتی در تاجیکستان لایحه‌های را راه اندازی نماید. به اطلاع خبرگزاری اوستا برای عملی کردن این برنامه‌ها در تاجیکستان از بودجه اروپا حدود 3 میلیون یورو اختصاص می‌یابد. گفته می شود رسالت عملی کنندگان این لایحه که باید سازمان‌های غیر تجاری باشند در کمک سازمان‌های مدنی تاجیکستان به عنوان عاملان اعتراف شده روند اداری دموکراتی خاتمه می‌یابد. در این ضمن کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است بالای جوانان مبارزه با اطلاع پراکنی دروغ و مساعدت به آزادی رسانه‌ها توجه ظاهر شود. همین طریق انتظار می رود که اجرا کنندگان با مقصد تأمین آزادی رسانه‌ها برای روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، نیروهای امنیتی و مقامات دادگاهی دوره‌های آموزشی برای تکمیل اختصاص را راه‌اندازی نمایند. اما کارشناسان میگویند تجربه نشان داده است که این گونه مبلغ گذاری‌ها نتیجه نخواهند داد و سرمایه به این بخش روانه شده غیر مقصدناک تاراج می شود. این مسئله یعنی کمک کردن اتحاد اروپا به تاجیکستان علل خصوص برای ساختن یک جامعه عادل و آزاد و مبلغ گذاریش در این سمت از نظر من بهترین راه آن است که اتحاد اروپا در حال حاضر تمام مبلغ گذاری را در چی سمتی که نباشد، چی در سمت اقتصادیات باشد، چی در سمت حربی باشد یعنی امنیتی یا از جهتی چی در سمت ساختن یک جامعه عادل یعنی از جهت گومانیتری این همه کمک ها رو باید اتحاد اروپا باز دارد. برای چی؟ چونکه یا اینجا یک شرط دیگر است، یا اگر وقتی که میخواد کمک کند باید به واسطه خودش آن را خرج کند در تاجیکستان، نه آنکه این مبلغ به نماینده حکومت تاجیکستان رسد و بعد خود حکومت تاجیکستان مبلغ را تقسیم کند یا که مثال خرج کند. حالا این 3 میلیون مبلغی که اتحاد اروپا میخواهد به تاجیکستان صرف کند این یکی از نشانهای آن است که اتحاد اروپا آن عهده‌داری‌های بین المللی خود را اجرا کرده است، یعنی به کشورهایی که در این سمت مشکلی دارند یا در سمت اقتصادی یا گومانیتری مشکلی دارند هر سال کمک میکند. کمک‌های مثال که در نقشه گرفته شده است یا کمک‌هایی که بعداً روی دست گرفته میشد کمک میکند. در این
با این کار اتحاد اروپا ما چیزی گفتنمون مشکل است، یعنی که این اتحاد اروپا وظیفه خودش رو اجرا میکند. اما اینجا یک نقطه نظری که من دارم و حالا در چخیل که در بالا گفتم، باید در روند رسیدن، یعنی به دست همون به نقطه ضروری رسیدن این مبلغ ها رو باید به نظر گرفت و در تاجیکستان این مبلغ به یگان با مقصد موافق خرج نمی شود. من میتوانم گفت که حالا این مبلغی که 3 میلیون اتحاد اروپا برای تاجیکستان برای ساختن یک جامعه عادل صرف میکند به دست حکومت میرسه و حکومت آن را در فرضاً با یک سازمان مثل اوانگارد خرج میکند. تمام. و برای ساختن جامعه عادل و برقرار کردن عدالت در تاجیکستان این مبلغ یگان یوروی یگان سانتیم این خرج نمی شود. اگر مبلغ را حکومت تاجیکستان صرف کند.